عبدی جان خان سلام برسه برادر خان. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خوب هستی؟ این شب دل ما بولانی شده بود. همین دستی که دیگه عبدی جان دیگه سرشته کرد سه که این از این پلاستیک یک دانه بخرین بسیار آسان. اینمی 10 دانه داره. 10 دانه دو دانه ش بکشین. این تو بولانی های قشنگ میده. خوب برادر؟ دیگه تخم مرغ بزنید که لباشون سکه نه قصه که نه خانه ها پر میشه نه چی میشه بسیار خیلی الان بخیر یک دانه انشاءالله پختم میکنیم دیگه باز بخیر انشاءالله درست است درستی که برادر الان بخیر پخته میشه الان روی دیگه ایشه در رو میتونم برای شما سیکنید که چقدر خوبش تا این برادرای قند که چی قیق بولانی همه تو اساس جور شده نگه که برادر قند ایت برادر نه گل نه آب و تاکو نه دیگه ایت چیزی نداره صاف و ستره برادر اینه آشپزش که از خود مستم حافظ جان هم که هست دیگه حافظ جان هم که هست دیگه کل کار حافظ جان کده کمک آشپز هستیم کل کار حافظ جان کده پشتی که احسان نشده برادر نه بولا ها اینه برادر بهترین لالافیز گفتم تا که لالافیز گفتم دیگه مثل دستی که دیگه باز کردیم نه با تک شده نه دیگه شده بسیار آسان این نمیره یک باقرش بخرین 10 دانه داره دو دانش لباش اگر تخم بزنین که لباش جدا نشه سه که چی بولانی آمده در شب آرسی خود کسی میتو بولانی نخورده من خواهی یک کم روغن پخته کردیم از اون خاطر از دیگه بولانی دیگه گفتی اگانانه دیگه بالا نه دیگه دیگه خوب را دارم اینی میقصد آتاش دیگه گفتی اگانانه اینه بیشتر تعفیز جان اگر ما را مکمل بگی که نگه که کسی کوکا هاشمی ما دستانی تبخیره داره کارش که از کوکش هست دیگه کوکا فهمیدی رنگ برده دستاره تشکر بندش بزن دیگه نوش جان کو